سیاه همچین گفت خونه خراب شده، گفتم از زیر آوار بعد بریم بکشیمتون بیرون. ترانه علی دوستی ستاره فیلم ایرانی فروشنده که به جایزه امسال اسکار پیشبری شده است میگوید که ماه آینده در مراسم تقدیم جایزه های اکادمی سینمایی ایالات متحده اشتراک نمی کند، زیرا به دستور پرزیدنت دونالد ترامپ در مورد منع سفر شهروندان کشورهای اسلامی به آمریکا مخالف است. ترانه علی دوستی 33 ساله در شبکه توییتر نوشته است که منع ارائه روادید سفر به ایرانی ها عملی تبعیضی است و از این رو او از اشتراک در مراسم تقدیم جایزه ها دست می کشد. روز 25 ینور در چارچوب مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ دو امر را امضا کرد که روزهای آینده به حکم اجرا می درآیند. ملت بدون مرز ملت نیست. سر از امروز ایالات متحده امریکا مرزهایش را تحت نظارت می گیرد. به نوشته رسانه ها، یکی از این تصمیم ها منع موقتی ارائه روادید سفر به شهروندان سوریه، عراق، ایران و یک عده کشورهای دیگر اسلامی است. روز سه‌شنبه فیلم فروشنده کارگردان ایرانی اصغر فرهادی همچون بهترین فیلم خارجی به جایزه اسکار پیشبری شد که مراسم آن 26 فوریه در لس آنجلس دایر می شود. اصغری می گوید سینمای ایرانی به فشارها در داخل و خارج تاب آورده است. یک سری آدم هایی بودن که سعی کردن خودشون رو در اون مقابل این فشارها قوی تر بکنن و به همین دلیل سینمای ایران سینمای در واقع با اینکه یه جایی فراز و فرود داشته ولی سینمای خیلی قدرتمندی بوده و این ادامه خواهد داشت. من خیلی خوشبینم و خیلی خوشحالم که بخش از سینمای ایرانم. تا این زمان فیلم فروشنده در جشنواره‌های کن، چیکاگو و میونخن صاحب جایزه ها شد.